سلام، خوش اومدید به بچه‌ها. امروز ما 12 تا جعبه داریم که مرگ و زندگیتون تو این جعبه است. ممکنه چیزی باشه که خیلی خوشحالت کنه، یا ممکنه چیزی توش باشه که بسیار ناراحتت کنه، یا حتی خوشبختت کنه و با خنده این برنامه بری بیرون، یا حتی جوری باشه که با گریه از برنامه بری. همونجور که می‌بینید دو تا از بچه‌مون از قسمت قبل اومدن که برنده شانس مجدد تو برنامه ما شدن. سری قوانین بهتون میگم. شما برای شروع بازی 1000 امتیاز دارید که هر 1000 امتیاز 1 میلیون تومان که از اون در روال بازی میتونن استفاده بکنن که جلوتر متوجه بشین. الان بریم پس بچه‌ها رو بشناسیم. سلام، هانیام، 28 سالم از تهران. مرسی. شما؟ سلام، ماهده‌ام، 25 ساله از تهران. مرسی. سلام دوستان، مهدی‌ام، 25 ساله از تهران. مرسی. سلام، حسینم، 24 سالم از تهران. مرسی. حالا بریم سراغ انگیزه. من از همشون بزرگترم. نه اصلا مهم بد روحیه است. نمی‌خوره. انگیزتون برای شرکت تو مسابقه ما چی بوده؟ بازی و ترس و استرس و مرسی. برای هیجان بازی اومد. هیجان اومد. فقط پول. عشقی. برنده شدم. بریم ببینیم چه خبره. خب بچه‌ها نگاه کنید، هر کدوم از شما 3 تا جعبه رو میتونید انتخاب کنید تو هر مرحله، نه 3 تا یه جا. و از همین الان 20 ثانیه شما شروع میشه که جعبه رو انتخاب کنید. بنفش. بریم ببینیم چی توشه. میشه بیاری پایین‌تر؟ ماشاءالله قدش هم بالا می‌بینی. ما نمی‌بینیم. 500 تا باید دیدم جعبه رو می‌ذارم سر جاش، یکی دیگه برداری. نه. مطمئنی؟ یه تومن میدم بذارم سر جاش. اولش گفت ایول. 1 و 500 بهت میدم بذار سر جاش. برو بالاتر. بریم بالاتر. نفر 600,000 تومان به امتیاز بچه‌ها اضافه شد. یه توضیح بهتون بدم. زده پخش شدن 600 امتیاز بین بقیه، یعنی 600 امتیاز از خانم از که من میشه کم میشه. 600,000 تومان از خانم کم میشه و موجودی بچه‌ها به 1,200,000 تومان تغییر پیدا میکنه و موجودی شما به 400,000 تومان تغییر پیدا میکنه. دست شما نرم. گفتم بفروش 1.5 میلیون داشتی میگرفتی دیگه. بریم جعبه بعدی. شرکت کننده نفر بعد 20 ثانیه شما شروع شد. اون زرد وسطیه. خیلی چیزا ترسناک که داریم. شاید دخترها جوابای خوبی دارن برمی‌دارن. آره. یا به نفع قرآن. پسرا بیشتر دارن کار میکنن. چیه؟ 200 تومن بدم جواب عوض. یعنی نه. 500 تومن بدم جواب عوض. نه. بکن 1 و 500. 2 تومن میدم با اون قرمز عوض بکنه. صورتیه. نه. نه. شانس هم امتحان کنم دیگه. بیا. یا خود. چیه ببینم؟ 1 میلیون تومن مبارکتون باشه. بچه‌ها 1 میلیون تومن به حساب خانم اضافه شد. بریم. هنوز ترساکاش مونده. آماده شما 20 ثانیه‌تون از همین الان آغاز میشه. آبی. چرا آبی؟ چون مرسی. صدش هم انتخاب کنی. هیجانی شد. دلاریه. آقا. ارزش داره بخریم. آخ ازت کم بشه. دارم فکر میکنم 500 تومن بدم با یه جعبه دیگه عوض. بیشتر 700 نمیارزه. پول نکنم. چرا؟ پیازا رو بیارید. آقا پیازا رو بیارید. بچه‌ها پیاز در اومد. خب بچه‌ها نگاه کنید، برنده چالش پیاز 1000 امتیاز برنده میشه. به نظرتون میتونید ببرید؟ به نظرتون چیه چالش پیاز؟ هر چی باشه مهمه، من دوست ندارم هر چی باشه. خب پس بریم که شروع کنیم چون خیلی علاقه داری بهش. گفتم بچه‌ها یه چالش برای همتون ها. پیازو در آورد همتون چالش پیاز. خب بچه‌ها نگاه کنید، شما کلا 2 دقیقه وقت دارید. هر کدومتون وزن بیشتری از پیازا رنده کرده باشه برنده 1 میلیون تومان ماست. از همین الان این 2 دقیقه‌تون شروع میشه. برم. 1 2 3 تا اول پس. مهدی اون من مهدی. به نظرم بذار تو ظرف، پایه‌شو بذار. بذار بچسبه اون. آفرین. برو. بذار زمین. رندت رو بچسبه پایین. خب تو مامانم بهم کار داد. ببین شما معلومه زیاد رنده رنده در نمی‌کردید. آره. شما ستون هرچی وزنش چقدر بیشتر باشه. ظرف حالا محکمش. من نمی‌تونم کمکت کنم. نه رنده باشه. بعد برید پیازای خوش. تقلب نداره. بچه‌ها من اینجا داره. آی چشم. پوستشو می‌کنی لاغت پایین نمیشه. ببین حس کردی حالا واسه پیاز رنده کردن 1 میلیون تومان گرفتی. حس کردی پیاز سخت خب دارم. دیگه واسه همین با پوسته. آقا این چالش واسه مجری‌ها رو چشام داره در. با کمک
نکن دیگه آره. یکم چی میشه مگه؟ ما میتوانیم. من جاتون وای، بودم چشم. تماشا رنده نمی‌کردم. یه دونه جدید برمی داشتم. بچه‌ها 40 ثانیه وقت دارید. آی دستم درد گرفت. ماشاءالله. 30 ثانیه وقت دارید. استرس نده. بابا ما برو ماشاءالله. رنده ما کنده. بعد تو رنده بچا 10 ثانیه خالی تو رنده ها رو خالی کنید. آی بو گرم میاد. 10 ثانیه تو رنده رو خالی کن. تو رنده رو خالی کن. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تمام. بس تموم. بچه آرامش خودتون رو حفظ کنید. چشم سوپ. آقا نداریم جرزنی دستم نداریم. برید. دستت برید؟ بچه ها میبینید که میشه دستمال بدی خوب؟ الان میاریم الان. آی چشم. آره کردم. بچه ها خوب رنده کردی. من واقعا دارم گریه میکنم شد. این اشک هم نمیبینه اینجا نمیاد پایین. آه یه تو به من پولم نرسید حتی. مهدی سردین چه جعبه‌ای بود انتخاب کرد. خب چالش چطور بود؟ چه بریدم. گریه میکنید؟ خیلی بد دستمو بود. بریدم. گریه نکنید پام. زودتر اینجا برش. خب بچه‌ها به نظر خودتون کدومتون بیشتر رنده کرده؟ پسرا چیکار کرد؟ زیر اون بگرد. با این کیک هم اونا رو حذف می‌کنیم. همه رو حذف می‌کنیم. این پیاز درسته انداخته. اینا حذف می‌کنیم. اینا حذف می‌کنیم. اینا در رفتیم. بر من خالص. بعد رنده شده بمونه دیگه. اینا حذف می‌کنیم. شد 1 کیلو فقط ول کردیم. 2 کیلو و 331. با ظرفش. بریم اینو. هنوز دارم میسوزم. 2 کیلو و 179. داشت تو 70 گرم. فعلا حسین اول با 2 و 332. چیکار کردی؟ ترازو چرا پیازی کردی تو؟ 2 کیلو و 406. فعلا نفر اول. 407. 7. فعلا نفر اول. تشکر میکنم مامانم که بهم کار خونه یاد داد. بریم آخری. بنظر چقدره؟ بیشتره؟ نه. 2 کیلو و 220. برنده این مرحله خانم هانیه. 400 تومن هم بدید. 1 میلیون تومان 1 میلیون تومان برنده شدیم. برنده شدی. خب، به درخواست خودتون فقط 400 تومان. نه همون. آماده اید بریم سراغ 1 و انتخاب 400 بعدیتون. اینجا میاد. یه ذره خب استراحت بده. استراحت نداره. اصل بازی این استراحت لااقل نشه. اینا رو برداریم بعد بریم. من امروز که سراغ باید بعدی. برنامه بیاین. خودمون رو بریم. مورد عنایت بریم. بریم سراغ نفر آخر. آخر. دیدی که چه شکلیه؟ رنگ تو انتخاب کن. من اون زرد وسط رو انتخاب میکنم. زرد وسطی. ببینیم که نه بغلیش. چه میگی وسطی؟ وسطی آخری. ندید کاش که 500. همونو برمی‌داشت ولی. من خواستم همین بهش بگم. من کوررنگی گرفتم چرا؟ 500 تومن از امتیازت کم میکنم عوض کن. نه نگه 400 تومن امتیازت کم میکنم عوض کن. عقب من مورد. نگه می‌داری. فکر کنم دفعه سوم میخوام پیشنهادی بدم. نگه می‌داری. یخ ها رو بیاری. چالش یخ. شاید براتون سوال بشه که رنده ها چی هن، ظرف ها چی هن. 2 دقیقه زمان دارن یخ رو بردارن رنده کنن. یخ نباید تو ظرف بره. یخ روی میزن نمیاد. پس به مقداری یخ بردارید که بتونید تو دستتون نگرش دارید. هر چقدر هم یخ نیاز داشتید برمیگردید برمیدارید. 2 دقیقه زمانتون از 10 ثانیه دیگه شروع میشه. 1 2 3 آقا نیفته. قبول نیست اینا. هیچ کدوم قبول نیست. آقا یخا بگی دستتون. یخا دست. یخا تو دست. آقا هر کدومتی افتاد بذار تو ظرف. بچه‌ها من یه کمکی بهتون بدم. حتما نیاز نیست رنده کنید. میتونید حالا ها کنید یا هر چیزی، فقط یخ آب شده باشه. رنده خیلی زمان بره. ببین هاش کنید. بگی تو دو تا دست تو اینجوری کن. اتی اینجوری کن. ولی خب یخا آب شد بعدم بده یخ تو استفاده. ان شاء الله. با حرارت دست. خب سر می‌خوره نمیشه. نه اصلا رنده نمیشه. خوبی شما؟ نه. بچه‌ها 1 دقیقه از زمانتون رفت. رنده کردی شما؟ مهدی برو یخ زیاد بیار بچرخ. یخ زیاد بده. بعد یخاشو خالی می‌کنی. برید. آقا حسین داره چیکار میکنه؟ آقا هر چقدر یخ کم می‌کنه. یخش تو ظرفشه. من قبول هر چقدر یخ مونده برمی‌داره. خب برای چی تو ظرفش؟ بچه‌ها 30 آدم ثانیه نمونه دیگه. زمان دارید.
بچه‌ها راهو پیدا کردم ولی دیر. برنده این قسمت بازی آدم باهوشه. 10 ثانیه. آقا 10 ظرف نیارید. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تمام. ما یخ‌ها رو آبش هم میگیریم که زحمت بچه‌ها. آقا برو بشین. تو چیکار می‌کنی؟ داره زنی میکنه. موجیه بدبخت. کم شد. چقدر کم شد. یخ‌های توشو برداشتیم. یخ‌هایی این سری می‌خواید دخترا شروع کنیم. سری دختر شد. برنده چالش قبلی شروع می‌کنیم. به نظر چقدره؟ نمیدونم این آخه چقدره. تو حس می‌کنم ما بردیم جدی. این 2.80. 2.80. ما ظرفا رو هم وزن کردیم همه یه وزنه. 2.84 ایشون. وای رقابت تنگاتنگ. معاملا اینجا عدالت برقراره. 224 298 برنده این قسمت حسین آقا هستن. 1,000,000 تومان مبارکش باشه. بچه‌ها تا اینجای کار امتیاز بچه‌ها حسین 2,200 مهدی 1,200 خانم هانیه 1,400 و خانم ماهده 2,200. خب دوباره نوبت شماست و 5 ثانیه مهلت داری جوابت انتخاب کنی. 4 3 صورت رویه. نه خیلی پرنگی. کلا تک رنگا رو انتخاب می‌کنی دیگه. بیا. من بیام؟ نه مهدی بیا. اوه بچه ما یه مشاوره کن. اوه یا خود وای یا نه؟ تو جمع در گوشی نداری. بکن 2. نه نمیشه. نداره اون. حالا اونم زیاده. چقدر امتیاز داره؟ 1,200. 1,400. 1,200 رو میگیرم ازت جواب رو عوض کنی. اینجوری میکنه. خب یه راهنمایی کن. 1 تومن میگیرم جواب رو عوض میکنم. عوض کن. خودت میدونی ممکنه 100 میلیون پول توش باشه. عوض کن. ممکنه نباشه. من جاد بودم گول نمیخوردم. 100 میلیون وام هم الان نمیخواد؟ مطمئنی؟ ازت میگیرم گولم. مطمئنی؟ اتفاقی که نباید میفته افتاد. چقدر امتیاز داشتی؟ 2,200 1,200 تو هیچ اتفاقی برات نمیفته. 2,200 ماره. 20 ثانیه وقت داری به مجری ما امتیاز 2 نفر رو جابجا کنی. یعنی چی جابجا کنی؟ یعنی ممکنه تو از الان 2,200 پول داشته باشی. ممکنه خانم 2,200 باشه بشه 1,200. اسم 2 نفر اسم 2 نفر رو میبری که امتیازشون هم نباید برابر هم باشه. 20 ثانیه فرصت داری چشاتو ببندی فکر کنی 2 تا اسم مهدی. خب یه چیز بگم میشه جاشون رو جابجا کنم 20 چشام ثانیه. ببندم ندونم کی به کی وایساده. نه خب من نمیتونم اونجوری گناه دارم. بریم 20 ثانیه‌شو فکر کن. خب چی بگم 2 تا اسم بهش 2 تا بده. اسم من بگو. بچه‌ها شما همه جلو شما برید عقب. دلم نمیاد. شما بازیه. بچه‌ها حلال کنید. اوکی. من که عمل میکنم. 20 ثانیه. 10 ثانیه مونده. تمام. یادم رفت. مهدی ماهده. اوکی. امتیاز خانم مائده با جناب آقای مهدی عوض میشه. وا از این لحظه به بعد ایشون 2,200 و ایشون 1,200. تو بیشتر میرفت بالا. چرا به همراه خودت ضرر می‌رسونی؟ باریکلا آقا مبارک باشه. مبارک باشه. امتیازها از الان بچه‌ها 2,200 1,400 1,200 بریم ادامه من داشته من و ماهده رو عوض می‌کردی یه برابر. ببین انقدر جعبه داریم انتقام بگیری. بچه‌ها انتقام من زیاده. گفتم اسم تو هم یادم رفته بود. خب ای گفتم بریم. من یادت بریم که داشته باش. شما 5 ثانیه مهلت داری جوابت انتخاب کنی. اون سبز وسطیه. 3 سبز وسط. این بله. وسط هم دوتاه. جعبه سنگینه. بسم الله الرحمن الرحیم. 1,200 ازت میگیرم اگه مرحله بعدی هم بود و بردی جایزه‌شو بهت نمیدم جوابشو عوض کن. چی متوجه نشدم. 1,200 تا ازت میگیرم. مرحله بعدم اگه برنده شدی امتیازشو پولشو بهت نمیدم جواب رو عوض کن. میتونم ببینم من جواب. بیا ببین. ممکنه خوب باشه. این که گفت یعنی جوابت خوب نیست. هیچ نگو. امتیازشو گرفتی. 5 ثانیه فکر کن. بگو نه میخوام فوقش. 4 به من نگاه میکنی. 3 2 میخوامش.
هرچه که هست. بچه یکی از سنگین ترین جوابای مسابقمون رو بیایم بهت نشون بدم. بسم الله. به ما هم نشون بده. چیه؟ خیلی تصادفی اون اتفاقی که ما شوخیشو باز می‌کردیم اتفاق افتاد برای. 15 ثانیه فرصت داری یک اسم به مهدی بگی اون از بازی حذف بشه. بدون هیچ پولی. من حذف میشم؟ نه، یه اسم یکی میگی. شما یک نفر رو میتونی حذف کنی. وای چه چیز بدی حالا به من افتاد. آقای مجری انتهای سالن بفرمایید. 15 ثانیه. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 خود حذف میشی. اگه برسه به یک خود حذف میشی. 5 4 3 2 مهدی. آقا چرا اون تو جایزه اون رو با من عوض بچه‌ها متاسفانه ما مردم خدافظی می‌کنیم. هم زخمیمون کردی هم خدافظی به خانم آخرین حرف چیه؟ واگذارش بریم خدافظی کن و درود بدیم. خدا نگهدار. خدافظ. که نمیتونه انتخاب بکنه قطعا حذف شد. ضرب پایین. به این حسین من تمام امیدم به توه. عصبی فقط یه عصبی باز میکنم. حسین باری کله حسین. شوخی کردم. چرا آخه؟ الان میگه یکی رو بکش. حسین بخرش. 500 میدم عوض کن. عوض 600 میدم عوض کن. کمه. بچه‌ها اتفاقی افتاد. من نمیدونم. بیا جلو. عوض میکنی. تو قرعه شانس مجدد گرفتی. یک نفری که از بازی حذف شده رو میتونی برگردونی یا میتونی نگه داری زمانی که خود حذف شدی. ممکنه خودت ممکنه باشه حذف ممکنه نباشه. نه برمیگرد. من بخوابم کرد. بچه‌ها حسین رفاقت رو تموم کرد و یار حذف شده شده بازی برگردون. مهدی بیا. بچه‌ها واقعا غمگین ترین قسمت مسابقه بود حذف مهدی. ولی برگشت بریم ببینیم چیکار میکنه. ایشالله خود حسین حذف نشه. چون شانس مجددشو من دیگه اون آدم نیستم. نه الان ممکنه یه آدم جدید بره. کار خوب خدا داره. چیلم بولبول را. حالا که برگشتی میخوای یه جعبه خودت انتخاب کنی. یه جعبه انتخاب. من باید انتخاب کنم. اوی بکن حذف بشه بود. ممکنه واقعا. عبایی نداره که توش نوشته باشه یکی از خانم‌ها حذف میشه. تو ممکنه. همه چی داره. برو. اون سبزه چرا میگه من کورنگ. آبی این سبز چرنگیه. نظر حسین حذف میشه. بابا ای بابا. دوباره حذفیه. حسین جان دلم چقدر پول داری؟ 2200 300 تومن میدم عوض کن. 100 تومن میلیون از پس یعنی به نفع این کار. نه ممکنه ضررت. کسی که من خودم آخر این داستانا 720 به یکی بده کارم اگه اون رو میگی. آقا چیکار کنیم؟ 500ش کنیم یا نمیصرفه؟ میصرفه. 500 دادیم. خیلی به نفع من. نه 500 میدم. یعنی میگفت مثلا 70000 تومن عوض نمیشه. مثلا خیلی نه. یعنی تو 2700 رد کردی. 2200 بود 500 نمیشه. تو بیت. تو اصلا خواستی می‌خورم. به سخت ترین چالش ما خوش اومد. صندوق. امتیاز بچه‌ها رو مرور کنیم. مهدی قانون مسابقه جدید بگه. حسین 2200، مهدی 2200، خانم هانیه 1400 و خانم مائده 1200. بریم ببینیم برنده این چالش کیه. خب بچه‌ها 4 تا صندوقچه دارید. هر صندوقچه 10 تا قفلش آویزونه و این 10 تا قفل کلیدش همیناست و یکی از گرونترین چالش ما هست و امتیاز این چالش 2 میلیون تومنه. منتها انجام دادنش به چه صورته؟ هر کدوم از شما اولین نفر در صندوق باز کنه برنده چالش ماست. از همین الان چالشتون شروع میشه. یه سوال بپرسم. یه دونه از این کلیدا مال اینه؟ آره. این 10 تا کلید برای این 10 تا قفله. حالا ممکنه این یه دونه کلید رو شما میندازید تو این واسه این نباشه، واسه این قفل. یه لحظه وایسا من رو باز کنم.
سرعتمو میگیره. چند ثانیه بود؟ تایم آزاده، هر کی اولین نفر باز کنه. هر کی اولین نفر باز کنه برنده است. دستم میله. آماده ای؟ 1 2 3 وای مهدی اولیه باز کرد. بچه ها هانیه 3 تا قفل باز کرد. بچه تمرکز خیلی مهمه روی این چالش. عجله نکنید. هانیه 4 تا. بچه ها نگران خراب شدن صندوق ها نباشید. هانیه 5 تا. بدوید. من حین کار نمیتونم حرف بزنم. ببین یه دونه کیلو رو همش تست دیدای کن. من خرابه. نه خب اون به اون قفل نمیخوره. مهدی 3 تا. بازم تکرار میکنم بچه ها صندوق هم خراب بشه مشکلی نداره. آقا چرا کلیدای من رو داخلش ولی باز نمی‌کنی؟ بچه ها راحت باز کنید، هر اتفاقی بیفته ایرادی نداره. من 6 تا بشین. 6 تا. اصلا نگران صندوق ها نباشید. نگران نیستم من. 5 تا حسین، 5 تا مهدی، 6 تا حسین، 7 تا هانیه. رقابت سنگینی بین حسین و هانیه داره شکل میگیره. 2200 و بازی کنه 1,400,000 تومانی. یعنی میتونه هانیه صدر جدول رو بگیره. از استرس دستام 7 مهدی هم 7 3 تا 7. خانم ماهده چند تا؟ 8 8 7 7. بچه آخرین قفل رو باز کردید تمام رو داد بزنید. بودو چالشتون خیلی راحت تره. چالش تو خیلی راحت تر بود. شما آخریشه؟ نه یه دونه موزه. او مهدی کلیدا رو گم کرد. این دو تا خرابه به خدا. همشون سالمه. خودم همشون به شخصه سالمه. امتحان کردم. آقا هر کاری دلتون میخواد میتونید با این قفلا بکنید. ماشاءالله چند تا؟ 8 2 تا 8 یه 7. چند تا؟ یه دونه؟ 9 تا. هانیه یه دونه مونده. هانیه یه دونه. آخ کلیدا رو گم کرد هانیه. نمیخوای باز کنی ببین چی امروز من بذار قبل اینکه باز کنه ما داریم چی میگیم صندوقا مهم نیست. ور می‌داشتید میکوبیدید زمین برده بودید. بالای 10 بار اصلا نگران خراب شدن صندوق ها نباشید. 4 بار مهدی گفت نگران صندوقا نباشید. یه 3 4 بار گفتم نگران قفلا هم نباشید. ای بابا. برنده این قسمت خانم هانیه. آقا من باز نمی‌کنم. خودتون باز کنید. حالا که مسابقه نیست هر کلیدی این دادم باز. آها 1000 امتیاز. 2 میلیون تومان مبارکه تو باشه. بچه به حرفای ما گوش بدید چالشاتون رو خیلی راحت‌تر انجام بدید. خیلی کمک کرد. من فهمونده بود داد بزنم مهدی اینو بکوب زمین. حسین بکوب زمین. نه ما گفتیم گفت باز میشد میشکست قفلاش. بستش شما اینو اگه توی جعبه در میوردی نشون میدادی کار تموم. مهم زور بازوه. سرعت اول این بازی برد. رفت زور بازی نداشت. خب بچه‌ها 4 تا جعبه بیشتر نمونده. این یعنی که شما هر کدومتون یک انتخاب بیشتر ندارید. تا اینجا برنامه چطور بوده؟ خوب بود. شما؟ عالی. شما که واقعا مسابقه بوده دیگه. یه دور رفتی اومدی. شما چی؟ خب میریم سراغ آخرین انتخابات شما. از شما شروع میکنیم که برنده چالش قبلی بودی. زرده رو فقط انتخاب نکن. هر کاری میکنی. یه بار بهت اعتماد کنم. وا. خودش نمیدونه تو چیه. صورتی زیر زرد. کاش که اعتماد نمیکرد. خود بچه هیچ کدومش میشه ببینم. 500 تومن بهت میدیم جواد میسوزه. چی میشه خب بسوزه؟ میسوزه. تو اگه امتیاز قرار باشه بگیری نمیگیری. چرا اونجوری میگی خب؟ ممکنه توش پول باشه، ممکنه حذف باشه، ممکنه چالش باشه. شماره کارت میده. اون رو هم اعتمادت برو جلو. حالا داره شمر بازی در میاره ولی ما کمک میکنیم. نمیخوام. 600 تومن. نمیخوام. همه فکر 700 کنم من تومن. پیشنهاد سومی تهش دارم ولی 700 تومن. پیشنهاد سوم ندارم. وایسه 700 تومن تهش. پیشنهاد سوم نداریم. حالا به خاطر 700. من حالا 700 تومن. نه نمیخوام ولش باز کن. چرا؟ چی شد؟ باسه. دیگه آب. آب وای نه من از آب متنفرم. آب چی خب؟ یا میریزه رو سرم. میفهمید. 2 دقیقه وقت
داری که از آبای اونجایی که هستش ظرف جلوتر برای مهدیه، ظرف پشتیه برای حسینه، ظرف جلوتر برای خانم هانیه، ظرف عقبی برای خانم هانیه. 2 دقیقه وقت دارید لیوان پر کنید با نایاتون. هر استراتژی هم که دارید میتونید پیاده کنید. فقط لیواناتون رو اونجا نمیتونید ببرید. ظرفا هم اونجا نمیتونید بیارید. تا 10 میشونم بازی شروع میشه. آقا یه سوال فقط با نه. فقط با فقط با نه. لیوانا رو میز تکون نمیخوره. اینم لیوانا هم تکون نمیخوره. بریم. 9 8 7 6 5 4 3 2 آقا 2 بیاش آقا 1 از درون یه نه اینقدر جا نمیشد. خدای درست کن. یا خدا. برو درست کن اگه لیوانتون افتاد. چقدر جذابه. 1-2 تا بچه‌ها نمیدونم چیه اینقدر خوش آب هم میکنه. فیل انقدر نمیده هم کنه. ناکن شیلنگ انگار میکشه حسین قشنگ اندازه 3-4 تا لشکر میتونه آب هم. لیوان این بقیه‌اش هم توش میکنه تو لیوان. بچه‌ها فقط حواستون به میکروفون باشه. میتونستی برداری رو میز بود. آره رو میز بود. 30 ثانیه از زمانتون مونده. بچه‌ها خیلی برابره. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 تمام. خسته نباشید. پوست تمام شد داشتم می‌مردم. ببین بیشتر از همه حسین آب خورده اونجا فکر کنم. لیوانا به بچه‌ها چیکار کردن؟ یه نگاه بندازم به لیوانا. فقط یه لیوان. این نیه رو فقط یه نفر دیدا. الان وزنیه دیگه، وزن هر کی بیشتر باشه برنده چالش ما. یه دونه از اون ور وزن کن، من یه دونه از این ور وزن میکنم. خب بچه‌های پشت صحنه من اینا رو میگم شما جمع بزنید تا یه حجم کلیش چقدر میشه. اون ور که من بعید بدونم بین شما دو تا. نه این ور خوب. آماده اید بچه‌ها؟ 167 196 170 چقدر شو؟ خب اون 6 لیوانه بود، بذار یه 6 لیوانه این ور داریم، دو تا بعد دیگه بچه‌ها 7 لیوانه. اوکی. 7 لیوان کی رسیدی 7 لیوان پر کن. 276 یا اول فصل. کیفیتش بالا. خیلی لب پره. 283 یا حسین 353 آخریه فقط 353 با صلواتی کارم کردی. 912 فعلا حسین اوله. برو 7 لیوانه اون و 247 267 353 بله و اما لیوان آخر 157 چقدر شو؟ 1024 فعلا نفر آخر 7 لیوانه. از سبک شروع کنم امروز. 400 تا خوردم ها. از سبک شروع کنم. 70 سبک 284 277 208 قهرمانه این بخشمونم. آقا دوپینگ کرد. چقدر شد امتیازشون الان جمعاً؟ 3700 شدی. 3700 تا اینجا 3700 بریم ادامه بازی. خب ماهده خانم میرسیم به آخرین انتخاب شما تو این برنامه. بله. بفرما 3 تا جعبه. یکی اولیه گلبهی. عراس عجب. توان این که با یه چیز عجیب رو بروشمون نداره. همه رو میگه نه به لبخند بعدش باید توجه کنی. چقدر پول داری؟ 1,400 خوب پول داری. خوبه؟ کجا خوبه؟ 200 تومن میدم عوضش کن. اوکی. خدمت شما. آقا نمیشه که شاید یه خیلی رو میرسید. خدمت شما. بگیرم؟ یه جعبه دیگه. یه جعبه دیگه. یه جعبه دیگه. اگه نگفتی هست میشه. خدا عوض کن. گفتم 200 تومن میگیرم عوض تومن کن. بهت میدیم جعبه رو عوض. جز اون یکی دیگه ولی هر چی باشه باید باز شه. هر چی باشه باید بازش. هر چی باشه باید باز شه. پولشو گرفتیم. جز اون دو بین اون دو تا.
زرده. وای شاید نباید. اصلا خودم حوصله زرده رو ندارم. وای ببینم کارما کارمای چی آقا؟ کارما 30 ثانیه هم نمیتونم رفتیم اومدی در حال دیگه استرس که کشیدم منفی 1000 امتیاز 1 میلیون تومان پولتون کم شد. $400,000 خانم مالی. حق سید خوردم گفت سیدم آهنگ میگیره خوش بگذره. بریم جوابای بعدی. خب مهدیه. آقا مهدیه. خب آقا مهدی آخرین انتخاب آقا تو مهدی، میتونی آخر. داشته باشی. گل به چپ چقدر پول داری مهدی؟ بچه ها امتیاز بچه ها تا الان 400,000 تومان خانم ماهده، 3,700,000 تومان خانم هانیه، 2,200,000 2,200,000. ولی هنوز یک جعبه داریم که اون ممکنه همه چیزو تغییر بده. این جعبه رو 500 تومان توی اون جعبه ممکنه ایشون امتیازش 0 بشه آره. یا امتیازش برسه به شما یا کلی اتفاق دیگه. 500 تومان بهت میدم جعبه رو الان یه حذف کن. سوال من 500 تومان رو بگیرم تو بذاری اونجا حذف میشه. یه نفر دیگه نمیتونه انتخابش نه کنه؟ حذف میشه. حذفش کن یا میتونی باز کنی 500 تومان یا جعبه رو حذف کن یا باز کن. و این ممکنه تو این خیلی پول بیشتری باشه، ممکنه پول تموم شه، ممکنه خیلی چیز، ممکنه داره گولت میزنه حذفش کن حذف کن. حذف میکنی حذف نکن. بگو که 2000 امتیاز گرفت چیه؟ با چه میخندی؟ ما هم ببینیم 20 ثانیه فرصت داری از یکی 500 تومان کم کنی به پولای خود اضافه کنی. 500 تومان 500 تو تومان فرق میمونم ما همون بود دیگه قبول می‌کردی. اینجا فرقش نه، الان یکی یه کم. آسیب احساسی به یکی بزنید. 20 ثانیه. من که ندارم دست از برام بردار دیدی کار الان من از اون خانم کم بکنم برای آبرون نه 400 تومان. نه دیگه 100 تومن به موجوده. شما باشه. 100 تومان ما خودمون بدیم. بنده خدا فکر کن. اینقدر دارایش کم بشه اصلا یه 3 ثانیه. بچه امروز چیزی دشت نکرد دو ثانیه. شما خیلی یک برای فرق ثانیه. نمی‌کنه 500,000 تومان از خانم هانیه کم شد، 3,200,000 تومان به 2,200 ایشون 500 تومان اضافه شد. 2700 الان چقدر اختلاف داریم 2,700. 3200 500 تومان فرقش شد. در حساب. خب میرسیم به آخرین جعبه. این جعبه ممکنه سرنوشت ساز باشه حسین، چون تنها انتخاب تو به جز این جعبه هیچ انتخابی نداری. توشو ببین. همه ما میدونیم تو این چیه. خیلی وقتم بود منتظر بودیم باز شه. هیچ کس انتخابش نکرده من نیاز به مشورت دارم. ببین آخرین جعبه است. جعبه ارزشمندی است. من اینو میذارم اینجا. 500 تومان بگیر یا حذفش کن یا بازیش کن. مثلا کم ارزشمنده. همینه دیگه. یا 500 بگیر کلا حذفش کن، هر کی با هر امتیازی داره خدا نگهدار یا ممکنه بازش کلا کن. همتون صفر یا ممکنه همتون صفر شید، یا ممکنه همتون یه ضریب 2 بیاد جلو پولاتون، انصافی هممون صفر شیم یا ممکنه همتون ضریب 2 بیاد جلوتون، این خوبه یا ممکنه یکیتون باز حذف شید، نه اون رفته یا ممکنه یکی برگرده. نمیدونم کسی نیست برگرده. نه اگه میخوای بازش کنی 500 رو بنداز دور. همون میخوای بنداز دور آره بازش کن. بسم الله 500 نگرفت آرد بابا حذف کن دیگه با 500,000 میام. تومان ها ما بریم با آرد بیایم. خب بچه‌ها رسیدیم به چالش آخرمون، چالش آرد. بچه‌ها یه سری قاطی این آردا یه چیزای قاطیشون کردیم که آرد خالص نیست. ممکنه که خارش بگیرید، ممکنه که حالا عدستون بگیره یا هر چیز دیگه ای. بقیه توضیحات به مصطفی جان میسپارم. من فقط خواستم اینو بگم سورپرایز شید. تو این مرحله از بازی ما دستاتون قرار ترازو باشن. شما دونه دونه میدید سر ظرفای ما، اندازه 2 کیلوگرم آرد میدید تو ظرفا، بعد میارید رو ترازو واقعی. هر کسی که به 2 کیلوگرم نزدیکتر بود برنده این مرحله از مسابقه ما. این مسابقه 1000 امتیاز داره و وزن ظرفای خالی ما 2 کیلو و 25 گرمه. یعنی رو ترازو شما وزن خالی ظرف ما رو 20-25 نشون میده. یعنی چی؟ یعنی کسی میبره که به 4-25 یعنی به 4 کیلو و 25 گرم نزدیکتر باشه. متوجه شدین؟ خب برنامه رو با یک خانم و یک آقا شروع می‌کنیم. لطفاً تشریف ببرید سر میز و هر موقع احساس کردید اون وزن مورد نیاز رو توی ظرفا پر کردید برمیگردید سر میز و میگید تمام. حیوان توش هست نه نمیدونیم. با کدوم انتخاب کنم هر کدوم همشون یکیه. هر کدوم دوست دارین. یکیشون خارش آوره، یکیشون عدسه آوره، یکیشون نه هر کدوم دوست دارید. برید. استودیو رو کثیف کنید 700 امتیاز ازتون کم میشه.
آقا تقلب نداریم بپرسن. همه ساکت شدن. مهدی از استراتژی تک دست و خانم هانی از استراتژی دو دست داره استفاده می‌کنه. اوه این آخرش خیلی مهم بود ها. تمام؟ نه 3 و 6 بعد بشه 4 کیلو و 25 گرم. با ظرفش ها، یعنی 2 کیلو آرد. وزن ظرف 2 کیلوه. شما فرض کن با قرار بشه 4 کیلو، 2 کیلو آرد بریز توش. خب 2 کیلو دیگه. اگه مطمئنی که بیار سر میز و بگو تمام. تماس نبر، بذار اونجا باشه. نه بیار سر میزتون بذارید. خب بچه‌ها ظرفاتون رو بیارید. آقا بذار همونجا. نذار رو ترازو. همون جلو. بذار همون جلو. بریم آقا. 2 نفر بعدی. آماده اید؟ بله. بفرمایید. بتکن. بفرمایید. برو شروعه. دیدی مسابقه گشت میزنم مردم. شروع کن با دماغ بودی شد. کم کرد. نه دیگه. چقدر سخت تشریح دارم. این میوه فروشا دیدید برمی‌دارن اینجوری میگن. اینا چند کیلویی بودن؟ اینا نمیتونیم بگیم. تموم شد میگیم. بچه‌ها هر کدوم ریختن تو ظرفاشون. هر یه دونه از این مشمع‌ها 5 کیلوگرم بود. حالا متناسب با حجمی که برداشتن باید بریم ببینیم کی به 4 کیلو و 25 گرم نزدیک‌تره. بریم با ما باشید. بزنم 4 و 25 باشه تموم شه مسابقه. 900 گرم برداشت. 946. اینم کمه. هر کی نزدیک‌تر باشه دیگه. اینور 3 کیلو و 40 گرم. 3 و 40 فعلا شما نزدیک‌تری. می‌خوای با هم بذاریم این دوتا رو؟ خب 1 2 3 چندی؟ تو چندی؟ 3 و 84. 3 و 381. واه ماشاءالله. شما بردی دیگه. بردی دیگه. 3 و 80. نه شما نزدیکتری به 2 کیلو. تمام. این مسابقه خفن بالاخره تموم شد. نفر اول خانم هانیه با 4,200,000 تومان. نایب قهرمان مهدی با 2,700. نفر سوم با یه فاصله بسیار کم حسین 2,200 و نفر آخر ما که اول مسابقه خیلی قوی اومد با 400,000 تومان. بچه‌ها نظرتون در مورد مسابقه چی بود؟ خیلی خوب بود حالا انرژی حالا بهتون شما چی؟ دوم شدید. دارم همون موقع که امتیازم گرفته شد شما اصلا هم 400 هم نبود. انگیزم از دست دادم. کاری که کردی. آقا کاپ اخلاق حسین تو چی؟ نظرت چی بود؟ 2,700,000 تومنم به خاطر اینکه حسین این کارو کرد ذخیره کنم پول هر چیزی ندم خرج نکنم. اگه بعدش خود حذف می‌شدی حست چی بود؟ مثلا جعبه بعدی می‌زد حذف شدی تو دیگه شانس مجدد نداشتی. خراب رفاقت. نظرت چی بود حالا به خیلی نزدیک بودید. شما چطور بود نظرتون؟ آقا من خستم. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه ما بودید و ما رو تماشا کردید. حتما کامنت بذارید چون ممکنه شرکت کننده نفر بعدی ما خود شما باشید. پس تا برنامه بعد خدا نگهدار.